سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام آقا محمد بزرگوار از قم، بفرمایید. خسته نباشید، شب شما بخیر، خدا بهتون قوت بده و صبر. سلامت باشید، زنده باشید. آمین. زنده باشید. خدمت شما عرض کنم استاد عزیز، اینجوری که دوستان زنگ میزنن میگن اون شبکه اینقدر شلوغ کرده، معلوم میشه که این قضیه خیلی جالب بوده که دوستان اون بره به وجد اومد. ما در جواب هر کس بده ما به خلق گوید، ما سینه اون نمیخراشیم. ما خوبی او به خلق گوییم تا هر دو دروغ گفته باشیم. خدمت شما عرض کنم که این سری میگن که یه بنده خدایی تا حالا بوته خربوزه و هندونه رو ندیده بود، این یه دفعه با درخت گردو مواجه میشه. میگه درخت گردکان به این بزرگی، درخت خربوزه الله اکبر. ما اینقدر به اینا داریم، اینقدر همه این صحبت اینه که به این آقایون بگیم آقا هر گردی گردو نیست. این بحث اون هفته هم همین بود که آقا امام بخاری با اون آقا بخاری دیگه فرق میکنه و آقا عذرخواهی هم گذاشتن برای همین. همه اشتباه میکنن. آقا یک کلمه اشتباه کردیم قضیه تمام میشه. چرا اینقدر میگه اگه برای یک خطا 1000 دلیل بیاوری 1000 خطا مرتکب شدی، حالا چرا این خطا رو ما بیشترش کنیم؟ بابا من میگم گاهی وقتا میگم این سری واقعا دم این پنگوئن کرد. شما نیا کن ببین یه قد کوتاه داره ولی با شهامت لاتی را میره. هیچ کی مثل اون نمیتونه لاتی را بره. آقا اینا میذاره وجود داشته باشن، قشنگ مشتیبار بیان یه عذرخواهی کنن، قضیه کنن، میگه آقا دیگه اینقدر شلوغ کردن که آقا من عذرخواهی میکنم ازتون. سلامت باشید آقا محمد. الله متعال ستون کنه. تشکر از شما. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار.